سلام خدمت دوستان عزیز. همونطور که قبلا عرض کرده بودم میخواستیم طی چند فایل ویدیویی سریالی بر اساس مستندات و کتب تاریخی مسئله زبان آذربایجان و تاریخ زبان آذربایجان رو بررسی بکنیم. البته در این راستا طرف حساب ما نه یک سری دانشجوی تاریخ بلکه کسانی هستند که پایه‌گذار این عقیده بودند، مثل احمد کسروی که مقاله یا همون کتابچه زبان آذری یا زبان باستان آذربایجان رو نوشت، یا بعد اون عبدالعلی کاررنگ تاتی و هرزندی دو لهجه باقی مانده از زبان باستان آذربایجان رو نوشتن، یا بحثی پیرامون زبان آذربایجان نوشته محمد رضا شعار رو بررسی میکنیم، یا همین اواخر دکتر منوچهر مرتضوی استاد ادبیات فارسی که کتابی رو در این باره نوشته بودن و مقالاتی رو انتشار داده بودن، به اینها خواهیم پرداخت. ولی برای مقدمه بهتره که یک سری از این کتاب ها رو بررسی بکنیم. در همون کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان، احمد کسروی توی دیباچه به یک مسئله میپردازه که اینکه زبان آذربایجان رو اون موقع، یعنی همون موقعی که احمد کسروی این مقاله رو می نوشته، برخی از روزنامه‌نگاران مستقر در تهران در جواب کسانی که در ترکیه و قفقاز یا آذربایجان شمالی ترک بودن و همبستگی خودشون رو با آذربایجان جنوبی اعلام می‌کردن، می اومدن می نوشتن که نه، شماها یعنی آذربایجان جنوبی هیچ وقت ترک نبوده و فقط بعد از حمله قوم مغول اینجا رو به زور اونها ترک کردن و زبان ترکی رو اینجا رواج دادن. و یا بعد از اون محمد عبدالعلی کاررنگ میاد بحثی رو ایجاد میکنه که میگه نه، در زمان قوم مغول نه، بلکه کمی قبلتر تا اوایل دوره اسلامی عقب میبره این قضیه رو، و بعداً آقای شعار یا منوچهر مرتضوی و باستانی پاریزی و خیلی خیلی های دیگه این مسئله رو پیگیری میکنن. ما اینجا یه چیز رو بررسی میکنیم که اینها نمیتونستن زمان دقیقی برای این قضیه پیدا بکنن و فقط بر اساس یافته های خودشون یک زمانی رو ارائه میدادن و محقق دیگری که یا محققینی که می اومدن و قدمت زبان ترکی رو تو اینجا به عقب برمیگردوندن و میگفتن که مثلا در اوایل دوره اسلامی نیز اینجا شواهدی بر وجود ترکان در اینجا بوده، مجبور می شدن که پاپس بکشن و تاریخ رو کمی عقب تر ببرن. اینجا همونطور که می بینید نوشته که آذربایجان همیشه بخشی از ایران می بوده و کمتر زمانی از آن جدا گردیده، با این همه زبانش ترکی می باشد و خود چیستانی شده و به دست روزنامه نویسان عثمانی و ایران افتاده بود. این شگفت که چیزی را که می بایست به جستجو از راه تاریخ به دست آورند، هر کسی با گمان و پندار سخن دیگری بیرون می داد. چنانکه یکی از روزنامه های تهران می نوشت مغولان چون به ایران آمدند با زور و فشار ترکی را در آذربایجان رواج دادند. این از نمونه از پاسخهایی که به نویسندگان ترک داده می شد و شما چون بسنجید چندین نادرستی در آن پدیدار است، زیرا چنین چیزی در هیچ تاریخی نوشته نشده و مغولان با صد خونخواری و بیدادگری از این بیداد به دور بودند که زبان مردم را دیگر سازند و آنگاه زبان مغولان ترکی نبوده تا آن را با زور روان گردانند. اینها حرفای احمد کسروی هستش که توی دیباچه همون مقالش ارائه میکنه و تفاوت زبان مغولی و ترکی و اینکه چرا اصلا مغول‌ها اگر هم ترک بودن چرا همه ایران رو ترک نکردن، که این حرفش یا این استدلالش خودش باز جوابی هست بر علیه کسانی که میگن ترکان آمدن مهاجرت کردن ایران رو تسخیر کردن بعد اینجا فقط ترک شده، حال اینکه کل ایران طی سده ها در دست حکمرانان ترک بوده. بعد زبان ادامه میده که زبان مغولی جز از ترکی است و دوری در میانه بسیار است. گذشته از اینها مغولان که به همه ایران چیره بودند، پس چه شد که ترکی را تنها در آذربایجان رواج دادند؟ اینجا باز احمد کسروی
گزاره‌ای رو ارائه میکنه که زبان مغولی جز از ترکی است و دوری اندر میانه بسیار است و زبان مغولی و ترکی رو صرفاً زیر شاخه زبان‌های آلتاییک یا التصاقی دسته‌بندی می‌کنیم و هیچ گونه ارتباط واژگانی بین اینها و دستور زبانی نداریم ما. صرفاً یک سری زبان‌هایی هستن که مثل زبان‌های اسلاو و زبان‌های اروپایی، الستانی اروپایی، یا مثلا زبان ارمنی، زبان روسی، زبان فرانسه و انگلیسی. با اینکه اینها زیر شاخه یک زبان هست، یک گروه هستن، ولی این زبان‌ها زبان‌های متفاوتی هستن. بعد آقای عبدالعلی کاررنگ که استاد دانشگاه تبریز هم بودن، میان تاتی و هرزنی دو لهجه باقی مانده از زبان باستان آذربایجان رو می‌نویسن که اینجا باز حالا بحثایی رو پیش میکشن، ولی در نهایت تاریخ حضور ترکان در ایران رو چنانچه احمد کسروی به بعد از مغول ها اشاره میکنه، آقای عبدالعلی کاررنگ میان اینجا در صفحه 25 کتابشون اشاره میکنن که از اوایل قرن سوم هجری که پاورقی خورده، یکی مال تاریخ بیک تاریخ عمومی احمد رفیق که توی استانبول چاپ شده، ولی منبع دومی که اینجا ذکر شده خیلی مهم استش، صفحه 226 جلد 7 تاریخ الامم و الملوک تبری که چاپ مصر هم هستش. اینجا آقای عبدالعلی کاررنگ بعد از این که منابعی رو در رابطه با حضور ترکان در اوایل دوره اسلامی پیدا کرده بودن، مجبور میشن که حرفشون رو پس بگیرن و بگن که نه، بعد از مغول ها نه، یعنی قبلتر از اون و همون سده های سوم هجری نیز ترک ها در اینجا حضور داشتن، که به یکی از جملاتی که توی تاریخ تبری اشاره شده هست. ولی البته این رو هم اضافه بکنیم که توی تاریخ تبری حدود 96 بار از آذربایجان حرف زده شده و بیشتر از چندین هزار بار کلمه ترک به کار رفته که نمیشه همه اونها رو حالا بررسی کرد، ولی چند نمونه از اینها که مربوط به آذربایجان و زبان آذربایجان هستش اونها رو خدمتتون عرض میکنم. در صفحه 567 جلد 1 در ذکر ملوک یمن، ذکر پادشاهان یمن، مطلبی هست که میگه که من طیب و کلب و سکون و بالحارس بن کعب و ایاد ثم توجه الى انبار ثم الى موصل ثم الى آذربایجان فلقات ترک بها فهزمهم. میگه که بعد از اینکه به انبار رجوع کرد، به سوی انبار رفت. انبار استانی در عراق کنونی هستش. بعد سوی موصل رفت، سپس سوی آذربایجان رفت که فلقا که در آنجا ترکان را دید و آنها را هزیمت نمود. این یکی از نمونه هایی هستش که این در رابطه با اوایل صدر اسلام هستش، یعنی سده اول اسلام هستش این موضوع. بعد در رابطه با وقایع سال 90 هجری جایی هم اینجوری تبری اشاره میکنه که و فیها غزا مسلمت ابن عبدالملک ترک حتی بلغ الباب من ناحیت آذربایجان ففتح حصونا و مدائن هنالک، که اینجا هم باز به ترک بودن آذربایجان اشاره‌ای هست. البته این جمله رو ما در یک جای دیگه باز به بحث خواهیم گذاشت، صرفا همین یک مورد تاریخی رو. و در جای دیگری هم در ذکر وقایع سال 99 هجری باز تبری اینجوری اشاره میکنه که و فی هذه السنه اغارت ترک علی آذربایجان فقتلوا من المسلمین جماعه. اینجوری اشاره میکنه که در سال 99 هجری ترکان در آذربایجان لشکر اعراب یا هم مسلمانان رو غارت کردن و بسیاری از مسلمین رو کشتن. اینجا خیلی راحت و واضح هست که ما متوجه میشیم که آذربایجان باید ترک بوده باشه که اونجا بیان غارت بکنن، شبیخون زده بودن یعنی اینها به لشکر اسلام
و به این نکته اشاره میکنه که البته این فکت تاریخی توی بسیاری از کتب دیگر نیز ذکر شده، مثل کتاب ابن خلدون یا ابن اسیر و چند کتب دیگر. حالا بعد از این ما سعی میکنیم که بیشتر